درود دادر جان. درود. تا نلوت ما رو یه دیکلمه مهمام کنه مرد گرنه به قول آلمانیا. برو. شیخ سعدی گفت تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه این لباس زیباست نشان آدمیت. شریف میگوید آدمی سزاوار است به بیان آدمیت، نه تندخویی و خشم نشان آدمیت. عطر خوش رخ ما درون نیرنگ و نفاق، این چنین نباشد در خروشن جهان آدمیت. نیک پنداری و مهرورزی شکوفه اصالت، بدنگری و اسادت خزان آدمیت. برد هر کس زحمت مزد نیک و بد، شکوه آدمی بمیرد گر ببرد نان آدمیت. آدمی دیدی پر مهر و نکو پندارتر از همه، بذر مهر و نیکی بکار که ثمر دهد به جان آدمیت. دول صلح و برابری بر پرچم دین، لباس دین و تقوا امان از زبان آدمیت. بشکن نردبان کینه و حسد و ریا، پیش گیر از تباهی قدم روی خوبان میان آدمیت. عرش و فرش را تسخیر کرده اوش بشر، چه سود کور کند امنوی خیش کمال آدمیت. کدام پند و اندرز بکاهد جنگ و جدال، نستاند ستم شمشیر بهشت حتی توان آدمیت.